خیلی‌ها فکر میکنن گیسوکمند فقط یه انیمیشن سینمایی بوده و پروندهش تموم شده. بعد از اون انیمیشن سینمایی ولی گیسوکمند یه انیمیشن سریالی 3 فصلی هم داشت. این انیمیشن ادامه انیمیشن اصلی است و شما اگه کنجکاو هستین که بدونید ادامه داستان یوجین و راپونزل به کجا میرسه، حتما این انیمیشن رو باید ببینید. شروع داستانی این انیمیشن با اتفاق عجیبی همراهه. موهای راپونزل بازم مثل قبل میشه و قدرت‌های جادویش برمیگرده. ولی این اتفاق بخش تاریکی هم داره. اتفاقهای عجیب پشت سر هم رخ میدن. حتی چیزی شبیه به کریستال تیز و بلند از زمین بیرون میاد و در حال گسترش تو سرزمین سلطنتی راپونزل هست. این کریستال‌ها نابود نمیشن و گیسوکمند برای اینکه بفهمه راز مشترک موهاش و این کریستال‌ها چیان، باید شروع به ماجراجویی طولانی با دوستاش کنه. تو این انیمیشن راپونزل هویت خودش رو پیدا میکنه. متوجه میشه قدرتی که بهش داده شده مسئولیت زیادی به همراه آورده. تو این انیمیشن شخصیت‌های جدیدی هم اضافه شدن که احتمالاً برای طرفداران گیسوکمند میتونن جذاب باشن. گرافیک انیمیشن سریالی گیسوکمند 2 بعدیه، ولی نوع طراحی باعث شده انیمیشن جوری به نظر بیاد که انگار بین 2 بعدی و 3 بعدی هست. با توجه به اینکه این انیمیشن به نسبت نسخه سینمایی خیلی طولانیه، دیزنی نمیتونسته با گرافیک و کیفیت سابق کار کنه. از این نظر بهتر توقع خودتون رو توی بخش گرافیک کمی پایین بیارید. حالا به سراغ نقدای کلی انیمیشن سریال گیسوکمند بریم. منتقدهایی که از انیمیشن راضی بودن از عمیق‌تر شدن شخصیت‌ها تو این سریال گفتن. گرافیک انیمیشن هم با رنگ‌های شاد براشون راضی کننده بوده. خیلی از تماشاگرها از داستان آموزنده و جذاب این انیمیشن استقبال کردند. حالا بریم سراغ نگاه‌های منفی به این سریال. خیلی از تماشاگرها اعتقاد داشتن یه سری از قسمت‌های این انیمیشن با ضعیف شدن داستان همراه بوده. انگار این قسمت‌ها کش داده شدن برای طولانی‌تر شدن انیمیشن و این باعث شده انیمیشن برای همه نتونه جذاب باشه. تو همین زمینه یه سری گفتن روند داستانی انیمیشن کند و آهسته هست که این موضوع اذیتشون کرده. توی آخرین انتقادها خیلی اشاره میکنن انتظارها از سریال گیسوکمند بالاتر بوده و سریال نتونسته مثل نسخه سینمایی سطح بالایی داشته باشه. انیمیشن سریالی گیسوکمند تو ایران دوبله شده. البته صداگذاری شخصیت‌ها توی دوبله فارسی با انیمیشن سینمایی متفاوته، ولی در کل سطح دوبله فارسی راضی کننده است. اگه شما این انیمیشن سریالی رو دیدین، حتما توی کامنت ها نظرتون رو در مورد انیمیشن بگید. و در نهایت اگه یه کانال توی یوتیوب میخواین که در مورد دنیای انیمیشن باشه، حتما کانال رو ساب و دنبال کنید. فراموش نکنید ویدیو رو برای دوستاتون که از گیسوکمند خوششون میاد بفرستید.